سلام. اینترو مثل لوگو یه چیزی که هممون دوست داریم داشته باشیم. حالا چه میخوایم استفاده بکنیم چه میخوایم استفاده نکنیم. از اینایی که از لوگوتون رو میذارید با یه افکتی میاد زیرش یه چیزی مینویسه. الان میخوام یه دونه اپلیکیشن بهتون معرفی بکنم تو موبایلتون به راحتی یه دونه اینترو خوشگل بسازید. اسم اپلیکیشن چیه؟ وان اینترو. با این به راحتی میتونید یه سری اینترو خیلی خوشگل بسازید. بریم تو موبایل تا ببینیم چجوری میشه ساختش اینو. خب آیکونش اینجا میبینید، وان اینترو میکر. وقتی که اپلیکیشن رو باز کنید با یه همچین صفحه‌ای مواجه میشید. مثلا من به عنوان مثال روی اولیه میزنم. خب اینو که میزنیم بره، الان داره اینجا به ما پیشنمایشش رو نشون میده، ما ادیتو میزنیم. وای میسیم تا دانلود بکنه اینو. خب به همین راحتی. حالا میاد یکم جلوتر، الان اینجا لوگوتونه، دوتا روش میزنید، ادیتو اینجا یا چنج رو میزنید، از توی گالریتون لوگو رو انتخاب میکنید. من این ته لوگومو دارم، این لوگو. خب این الان حالا برمیگردیم عقب. این پایین نوشته یور کمپانی نیم، اینجا مثلا میزنم عادل خان دان. خب میتونید بیاید اینجا حالا فونتش هم عوض بکنید. یه خوبی که این نرم افزار داره اینه که میتونید فونتایی که خودتون هم دوست دارید بهش اضافه بکنید. حالا یه فونت دیگه من مثلا اینو میذارم، حالا هیچ کدوم اینا که فارسی رو ساپورت نمیکنه، ولی روی گت مور که بزنید روی کاستوم اینجا میتونید فونتی که دلتون میخواد رو بهش اضافه بکنید. سیو رو میزنید. آهنگ زیرش هم که با خود همین و با اپلیکیشن اینشات میتونید آهنگ زیرش هم عوض بکنید. الان اینو ببینیم که چی شد. الان پلی من بزنم، سیو رو میزنید و میگه واترمارک رو میخواید پاک بکنید یا نه. تو نسخه رایگانش نمیشه واترمارک رو پاک کرد. حالا ما میزنیم نه. اینجا هم الان بعد تو نسخه رایگان بازم کیفیت کم پایینه، ولی برای اینستا کار را میندازه ترتمیز در میاد.